سلام، من برگشتم با یه ویدیوی دیگه در کنار شما. توی این ویدیو میخوایم از تاروت پیغام بگیریم، ببینیم چی داره به همون بگه، چی لازمه بدونیم، به چه نکاتی قراره توجه کنیم و از این کارت های جدید خوشگلم من میخوام استفاده کنم. این کارت های اوراکلن، اولین بار میخوام ازشون استفاده کنم. یه کارت میکشیم و پیغامش رو گوش میدیم. مرسی که یه ویدیوی دیگه با من همراهید. بر زدن این کارت ها خیلی سخته، خیلی سورن. از اینکه کانال منو سابسکرایب میکنید ازتون ممنونم. بریم ببینیم تاروت چه پیغامی برای ما داره. به بر زدن من نگاه کنید، بخواید که بهتون یک نشونه داده بشه. بچه ها کانال رو سعی کنید سابسکرایب کنید، سعی کنید با من یه تعاملی برقرار کنید. چرا؟ چون باعث میشه انرژیاتون بیشتر با من همراه باشه. خب بریم ببینیم چی لازمه بدونیم. تاروت چه پیغامی برای ما داره. با من نیت کنید. من سکوت میکنم تا شما نیت کنید. خب یعنی عاشق داستانای تاروتم. ببینید چیزی که داره به من پیغامی که من دارم از این کارتا میگیرم اینه که شما یک موضوعی رو باید برای خودتون تموم کنید. همیشه این موضوع میفته توی فالاتون، نمیدونم چیه که هنوز درگیرشید. یک چیزی توی زندگی شما تموم شده اما شما هنوز نمیتونید باور کنید که این قضیه تموم شده. هنوز انتظار دارید تا یا درست بشه یا برگرده یا نتونستید با اندوهش کنار بیاید، نتونستید با غمش کنار بیاید، با ناراحتیش. یک موضوعی توی زندگی شما آقا پروندهش بسته شده، تمام شده، رفته. برای خودتون یک چیز جدید جایگزین کنید. نمیدونم رابطه است، رابطتون تموم شده. سعی کنید بعد از گذروندن دوره چی میگن دپرسیتون، تنهاییتون، چون بعد هر رابطه ای که تموم میشه آدم نیاز داره که مقدار تنها باشه با خودش. بعد از گذروندن این تایم، نه این که با غم اندوهتون کنار بیاد، نه این که بخواید منتظر باشید یا یه کاری کنید اون رابطه رو دوباره برگردونید، یا اگه از کاری بیرون اومدید امید نداشته باشید که بتونید دوباره به اون کار برگردید، یا نمیدونم هر چیزی که الان توی زندگی شما تموم شده رو پروندهشو برای همیشه ببندید. اینو هر بار فکر کنم تو ویدیوام دارم بهتون میگم. شما یه جورایی من دارم میبینم نشستید نمیتونید تصمیم بگیرید برای زندگیتون. درگیری‌های ذهنی فکری خیلی دارید. دو دلید نسبت به انجام هر کاری، دو دلید. چرا؟ چون این قضیه تموم نکردید. مثلا چه میدونم میخواید برید یه کار جدید رو شروع کنید، میگید آی نکنه مثلا چه میدونم صاحب کار قبلیم بهم زنگ بزنه بگه برگرد، من دوست دارم برگردم سراغ اون کاره. یا چه میدونم میخوای یه رابطه جدیدی رو شروع کنی، میگه آی نکنه مثلا فلانی برگرده من دو دل بشم. نه، تصمیم بگیرید از این دو دل بودن، از این حالت بلا تکلیفی خودتون رو خارج کنید.
هیچ چیزی از گذشته قرار نیست به زندگی شما برگرده. شما باید الان چشماتون رو باز کنید و یک مسیر جدید رو شروع کنید. درگیری های ذهنی و فکری براتون میبینم. ممکنه با دور اطرافیانتون یه مقدار بگو مگو کشمکش داشته باشید، مخصوصا توی خانواده یا کسایی که بهتون نزدیکن. یک سری ناراحتی ها واسهتون میبینم، اما میگه که نگران نباشید، روی خودتون کار کنید، روی استعداداتون کار کنید، روی خودشناسیتون کار کنید. اختلافات همیشه همه جا هست، شما مهم اینه با خودتون درگیر نباشید. درگیری های ذهنی و فکری خودتون رو حل کنید. تمام مشکلات شما حتی با دیگرون هم حل میشه. برای عده از شما میبینم میخواید کاری رو شروع کنید. یه عده ممکنه با خانواده بخواین کاری رو شروع کنید که بیزنس خانوادگیه یا هر چیزیه. میتونه براتون موفقیت آمیز باشه ولی حاصل تلاش زیادتونه. باید تلاش کنید. یعنی یک شبه نمیتونید به اون چیزی که میخواید برسید. یه مقدار زمان بر هستش، اما برای شما راه خوبی در پیش داره. اتفاقات خوبی در آینده براتون میفته. گفتم ممکنه با یه سری افراد بگو مگو داشته باشید، اختلافات داشته باشید که میگه اهمیت ندید. درگیری های ذهنی خودتون رو عذرخواهی میکنم. درگیری های ذهنیتون رو پاک کنید. بریم بازم کارت بکشیم. خب برای یه عده از شما میبینم انگار بین دو شخص گیر کردین، یا حالا درگیر 2 تا رابطه اید. نمیدون یکیشون خیلی مقدار از شما بزرگتره، یکیشون یک مقدار از شما کوچیکتره و شما نمیتونید انتخاب کنید. شما هر دوشون رو دوست دارید. میگه مراقب باشید. کسایی که درگیر 2 تا ارتباطن، 2 تا حسن، 2 تا ارتباط، کسایی که دارید خیانت میکنید، یه مقدار مراقب باشید. ممکنه این یکی از وجود اون یکی خبردار بشه و کلا همه چی به هم بریزه. ولی من دارم میبینم شما نمیتونید انتخاب کنید. شما هر دو طرف رو دوست دارید، ولی میگه در نهایت باید یک طرف موضوع رو برای خودتون انتخاب کنید. یکیشون انگار دوست دارید، یکیشون انگار از نظر مالی داره حمایت میکنه. درگیر احساسات روابط دوگانه‌ای شدید. این زیاد جالب نیست براتون. یه مقدار احتیاط کنید. احساس میکنید ممکنه یه اتفاقایی توی این چند روز براتون بیفته، یه مقدار ناراحت و غمگینتون کنه، یا یک سری از دست دادن ها دارید. متاسفانه چجوری بگم، انگار یه حالا فرصتی رو از دست بدین، یه چیزی رو گم کنید. یه مقدار مراقب وسایلتون، مراقب خودتون بیشتر باشید این روزا. برای کسایی که تو ارتباط نیستن، من دارم میبینم 2 نفر به شما پیشنهاد میدن که 2 نفرشون خوبن، ولی گفتم یکیشون از نظر مالی خیلی خوبه، یکیشون از نظر قیافه و ظاهر و این چیزا شما میپسندینش. باید انتخاب کنید. میتونید انتخاب کنید. هر دوی این اشخاص آدمای خوبی هستن. نمیتونم بگم مثلا این از اون یکی بهتره، ولی شما باید انتخاب کنید. نمیتونید همزمان با 2 تاشون در ارتباط باشید، ولی من دارم میبینم انگار 2 تاشون رو دوست دارید داشته باشید. ولی برای مجرده من دارم 2 تا پیشنهاد میبینم. برای یک سری از شماها من دارم میبینم انگار یک آقا یا یک شخصی بابت یک موضوعی
پشیمونه و قصد داره حالا یا جلو بیاد از شما دلجویی کنه، یا یکی یه کاری در حق شما کرده، خودش هم ناراحته، قصد داره بیاد باهات حرف بزنه، ولی حالا نمیدونم یا شما این فرصت رو بهش نمیدین یا خود این شخص غرورش اجازه نمیده بیاد جلو. اما من پشیمونی یک شخص رو دور اطراف شما میبینم که دوست داره برای شما یه چیزی رو جبران کنه و حتی شاید یه کوچولو دورادور شما با خبر بشید که داره یه چیزی رو جبران میکنه. اما این شخص خیلی مغروره و سعی میکنه که شما از حس و این چیزاش خبردار نشید. حالا میخوام یه دونه کارت اوراکل خوشگل براتون بکشم. از این اوراکل زیبا ببینید چقدر خوشگله. وای من عاشق پری دریایی و دنیای آبم. اینم میبینید نمیشه دستمه. ببینیم اوراکل چه توصیه‌ای برامون داره. کارت زیبای اوراکل. این کارت داره از بخشش و سخاوت داشتن حرف میزنه. شما برای این که یه چیزی رو انرژی رو توی زندگیتون در جریان بذارید باید ببخشید. باید چجوری بگم، لازمه که یه چیز میگن یه چیزی بده یه چیزی میگیری. شما اگه انرژی خوب بدید به دور اطرافیانتون، اگر دستتون بازه میتونید کمکی به دیگران کنید، سعی کنید این کار رو انجام بدید. چرا؟ چون این برگشت داره به زندگی خودتون. معنی این کارت میشه بخشندگی، سخاوت داشتن. وزیرش نوشته که خب چه فایده داره وقتی که فقط برای خودت نگهش داری. یا میتونم بهتون بگم برای یک سری از شماها داره توضیح میده شاید باید یک موضوعی رو توی دلتون، حالا یا خودتون یا دیگرانو، باید ببخشید. بخشش برکت توی زندگیتون میاره. یه همچین چیزی. کارتای اوراکل یه مقدار تفسیر کردنشون برای من سخته چون خیلی خیلی معنی داره. میگه اگر چیزی تو دلت هست، کاری رو دوست داری انجام بدی، یک موضوعی با یه شخصی داری دوست داری در موردش حرف بزنی، برو باهاش حرف بزن. خلاصه چیزی که داری و توی دلت نگه ندار. چیزی که داری، حالا مادیه، مالیه، اگه احساس میکنی میتونی کمکی، گره و مشکلی از کسی باز کنی، حتما این کار رو انجام بده. شاید کسی به کمک تو احتیاج داشته باشه و این باعث ایجاد انرژی مثبت توی زندگی تو میشه. از این که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید ازتون ممنونم. تا ویدیوی بعدی و یک روز دیگه، خدا نگهدار.